سلام. امروز تو این ویدیو میخوایم در مورد ترکیب بندی صحبت بکنیم. ترکیب بندی چیه؟ یعنی هنر چیدن اون محصول و سوژه و اکسسوریتون توی یک کادر جوری که اون چیزی رو بیننده ببینه که ما میخوایم. امروز میخوایم یه سری قانون مهم رو خیلی ساده بهتون بگم که شمایی که میخوای از محصولت عکاسی بکنی و محتوا تهیه بکنی رو باید بدونی. قانون اول یکی از مهمترین و پایه‌ترین قانون‌های ترکیب بندیه. بهش میگم قانون 1/3. دیدید توی گوشیاتون یه آیتمی هست که فعال میکنید، 2 تا خط عمودی و 2 تا خط افقی فعال میشه توی اون کادر گوشیتون. به اونا میگن خطوط 1/3. یعنی محصولتون روی یکی از اون خطا یا نقاط تقاطعش قرار بگیره، عکستون خیلی چشم نواز و خیلی جذاب میشه. قانون 1/3 یعنی همین کاری که من الان انجام دادم. فرض کنید این کادر گوشیتونه، 2 تا خط عمودی و 2 تا خط افقی و 4 تا تلاقی این خطها. یعنی مثلا من اگر بخوام الان از رژ لب عکاسی بکنم، رژ لب رو باید روی یک کدوم از این خطها و روی یک کدوم از این تلاقی ها قرار بدم. این میشه خلاصه قانون 1/3. توی گوشی هاتون این خطها رو شما میتونید فعال بکنید. شما تو قسمت کامera یعنی دوربین گوشیتون رو که باز بکنید، تو قسمت ستینگ که برید، توی تنظیمات یه قسمتی هست به اسم کامپوزیشن گاید یا گرید لاین. تو گوشی‌های مختلف اسمش فرق میکنه. این قسمت رو که روشن بکنید، این خطهای عمودی و افقی تو گوشیتون فعال میشه. الان میخوام از رژ لب عکاسی کنم، این فضای عکاسیم باشه. فرض فکر میکنم این 2 تا خط عمودی اینجاست، 2 تا خط افقی اینجاست، نقطه تلاقی من اینجاست. من رژ لب رو میذارم دقیقا رو خط عمودی و روی این تلاقی. این میشه رعایت کردن قانون 1/3. من الان به صورت 1/3 از این رژ لب عکاسی میکنم. شماره 2 میخوام در مورد عمق میدان صحبت بکنم. عمق میدان چیه؟ همون داستان فولو فوکوسه. دیدید تو استوریامون تو پیج خیلی در موردش صحبت میکنیم ما، مخصوصا کسایی که بک‌گراند پارچه‌ای میگیرن. یعنی چی؟ یعنی شما کجای عکستون محو باشه و کجا فوکوس باشه، یعنی شارپ و دقیق و کامل معلوم باشه. این میشه عمق میدان. عمق میدان برای چیه؟ برای اینکه شما تاکید کنی روی محصولت. یعنی وقتی بیننده عکستو میبینه سریع محصولتو ببینه و پشت و حاشیه رو نبینه. من الان میخوام از رژ دوباره عکاسی کنم ولی با قانون عمق میدان. عمق میدان یعنی چی؟ یعنی این که این پشت باید محو بشه، تار بشه، فلو بشه، تمرکز بیننده بیاد به سوژه اصلی من که رژه، و این گلی هم که الان جلوی کار هستم باید محو و فلو بشه. یعنی چی؟ نگاه کنید، ما به این پشتیه میگیم بک‌گراند، یعنی کل اینها. به این چیزی که جلوی رژ گذاشته میگیم فورگراند. کل اینا باید تار بشه و فقط رژ من فوکوس باشه، یعنی بیننده تمرکزش سریع بره روی رژ. الان من اگر بخوام قانون عمق میدان رو توی این حالت اجرا بکنم، یه نکته خیلی مهم داره. اینکه این فاصله، من فرض رو بر این دارم میذارم که شما با گوشی میخواید عکاسی بکنید نه با دوربین. فاصله این اکسسوری هایی که به عنوان فورگراند و بک‌گراند گذاشتن باید یه فاصله درستی باشه. یعنی اگر این خیلی به این بیاد بچسبه، یعنی به سوژه بچسبه، این جفت اینا با هم فوکوس میشه. یا اگر این خیلی بیاد جلو، میبینید فوکوس میاد روی این، ولی من باید ببرم روی رژ. این نکته رو باید رعایت بکنید توی گوشیتون، یعنی فاصله رو رعایت بکنید. اول ویدیو که قانون 1/3 بهتون گفتیم و اگر خیلی خوب یاد بگیرید میتونید بعضی جاها تغییرش بدید. تغییر چه شکلی میشه؟ مثلا محصولمون دقیقاً وسط کادر باشه، تقارن داشته باشه. پس قانون 3 ما میشه تقارن. کلا ذهن ما، چشم ما دنبال یه الگوی تکراری میگرده. وقتی همچین الگوی تکراری و همچین نظمی رو میبینه، راحت‌تر جذبش میشه، اصلا حس خوبی پیدا میکنه. الان ما میریم سراغ قانون 3 تقارن.
من الان میخوام قانون تقارن رو برای این گوشواره انجام بدم. یه شنی ریختم، یه سری دایره با انگشتم درست کردم، ذهن من داره یه سری دایره های تو در تو میبینه. این گوشواره یا هر اکسسوری یا هر محصولی که دارید من میذارم وسط این دایره، این دقیقاً میشه قانون تقارن. خیلی ساده است. عکسمو میگیرم. الان شما میگی که خب من محصولم جوری نیست که بخوام شن بازی کنم. این چه مثالیه زدید؟ نگاه کنید، قانون تقارن خیلی ساده است. شما محصولتون رو میذارید وسط کادر و عکستون رو میگیرید. فقط یه نکته داره. قانون تقارن یک زیر مجموعه داره به اسم تعادل. یعنی چی؟ مثلا میخوام از روی این عکاسی بکنم، نمیام همه اکسسوری ها رو یه سمت بچینم، یعنی میام یه بالانسی، یه تعادلی ایجاد میکنم و عکسمو میگیرم. پس میشه تقارن و تعادل. خطوط هدایتگر شماره 4 میشه خطوط هدایتگر. خیلی جذابه، خیلی باحاله. فکر میکنم 70-80% مشکلاتتون رو این خطوط هدایتگر توی استایل چیدمان عکاسیتون حل میکنه. هی از خودتون سوال بپرسید اینو کجا باید بذارم، این کیو کجا باید بذارم، این کیو کجا باید بذارم. همش تو این قسمت حل میشه. این قسمت رو از دست ندید. خطوط هدایتگر از اسمشون معلومه دیگه، یعنی وقتی شما عکس و فیلم رو ببینی چشم شما اینطوری هدایت میشه به سمت محصول یا سوژه اصلیتون. من الان چند تا از مهمه و باحالاشو میخوام بهتون نشون بدم، باهاشم میخوام چیدمان و استایل عکاسی کنم بهتون نشون میدم. مثلا حالت مارپیچ، نگاه کنید چشمتون اینطوری دنبال میکنه میاد اینجا که میشه سوژه اصلی. سی انگلیسی، اس انگلیسی و خطوط مورب، اینا رو همه رو الان چیدمان میکنیم با هم میبینیم. من الان میخوام به صورت چیدمان مارپیچ عکاسی کنم. شما این خطا رو تو ذهنتون داشته باشید. من اول ویدیو هم فول فوکوس رو بهتون گفتم. الان این به صورت مارپیچ عکاسی میشه، این پشت فلو میشه، فوکوس من روی این تیکه کیکه. به صورت عملی بهتون نشون بدم. نگاه کنید، خطوط 1/3 تو این تقاطع این خطهای عمودی و افقی سوژه اصلیمو گذاشتم. عمق میدان اون کیک اصلی که پشت کار هست رو دارم فلو میکنم، یعنی فوکوس رو میزنم روی این تیکه کیک، یعنی سوژه اصلی این تیکه کیکه و عکسمو ثبت میکنم. چیدمان دوممون شبیه سی انگلیسیه. فرض کنید این صفحه سفید کادر گوشیتونه. شما باید سوژه، اکسسوری و الباقی چیزهایی که میخواید توی عکستون باشه رو به صورت سی انگلیسی بچینید و یه فضای خالی اینجا داشته باشید. چیدمان بعدی هم مثل حروف اس انگلیسی میمونه، یعنی بیننده هر موقع عکستون از هر طرفی ببینه باید این خط رو دنبال کنه. این میشه اس انگلیسی، یعنی از بالا یا از پایین اس رعایت شده. نکته رو یادتون باشه، مثلا این تیکه های کیک رو میبینید سرش به سمت سوژه اصلیه، یا اگر چنگالی، قاشق چیزی دارید توی اکسسوری تو کادتون استفاده میکنید به سمت سوژه اصلی باشه. چیدمان چهارم حالت مثلث داره، یعنی اینجا رو دقت کنید. ما الان میخوایم یک مثلث تشکیل بدیم توی محصول سوژه‌ای که میخوایم بذاریم. الان شما قشنگ با چشم این حالت مثلث رو میبینید. یادتون باشه توی تکنیک مثلث شاید شما بخواید چند تا مثلث توی کادرتون ایجاد کنید، در نتیجه سعی کنید همیشه تعداد سوژه فرد باشه. چیدمان پنجم ما بهش میگیم خطوط مورب. نگاه کنید این خطوط مورب خیلی ساده است، برای لباسی ها خیلی کاربرد داره. این خط مورب رو دقت کنید، این خطای کوچیک هم دقت کنید. این میشه استایلش، خط مورب اصلی و این خطوط این ور که جهت بالانس کردن و تعادل بین دو طرف این خط مورب ما این اکسسوری ها رو گذاشتیم. الان همین ویدیو امروز رو ببینید، ما چیدمان عکاسی رو با همه مدل سوژه و محصول کوچیک بزرگ انجام دادیم. این استایل های عکاسی رو با همه محصولات شما میتونید اجرا بکنید.
ما تو این ویدیو یه اصول پایه چیدمان و ترکیب بندی رو بهتون توضیح دادیم. برای همه محصولات و سوژه هایی که دارید کاربردیه، یعنی هر کدومش رو میتونید به تک تک اجرا بکنید. ما یه اصول دیگه هم داریم که رنگ شناسیه، یعنی رنگ شناسی هم زیر مجموعه همین ترکیب بندیه که یه ویدیو جداگانه میگیریم میذاریم توی چنل اینستاگرام که ترکیب بندی و رنگ شناسی کامل متوجه بشید. از این هفته به بعد قراره تک تک، دقت کنید، هر محصول رو جداگانه واسش ویدیو تهیه کنیم، آموزش بدیم و همه این اصول رو روش پیاده بکنیم. منتظر ویدیوهای خیلی خفن باشید.